سلام، به بانک فیلم خوش اومدید. اینجا هر روز رأس ساعت 7 عصر با یه ویدیوی جدید کنار شمایی. از جدیدترین آثار روز دنیای سینما گرفته تا فیلم هایی که به تازگی اکران شدن و حسابی سر و صدا بپا کردن. اما فقط سراغ فیلم های جدید هم نمیریم. بعضی روزها هم سری به گذشته میزنیم و فیلم های ارزشمندی رو معرفی میکنیم که شاید کمتر دربارشون صحبت شده، ولی وقتی ببینیش تا مدتها ذهنتو درگیر میکنن. با ما همراه باشید تا هر روز یک دنیای تازه از سینما رو کشف کنیم. ممنون که با لایک، کامنت و سابسکرایب از ما حمایت میکنید. فیلم ابیگیل محصول 2024 و کمدی وحشت درباره گروهی از جنایتکارانه که یک بالرین 12 ساله را رو بودن تا از پدرش، یه سردسته مافیایی، 50 میلیون دلار باج بگیرن. اما نقشه ساده اونها وقتی در عمارتی منزوی با دختری که اصلاً معمولی نیست گیر میافتن به هم میریزه. نیروهای ماورایی شوم شب جنایتشون رو به مبارزه وحشتناک برای بقا تبدیل میکنه، پر از پیچش‌های غیر منتظره و طنز تاریک. What the fuck? ابیگیل با الهام از فیلم کلاسیک دراکولاز داتر ساخته شده و تونسته تو جشنواره اوورلوک فیلم فستیوال 2024 حسابی بدرخشه. Guys. قصه از جای شروع میشه که یه گروه خلافکار دختر یه تبهکار و قدرتمند رو میدزدن به امید یه باج سنگین. اما اون چیزی که انتظارشون نداشتن اینه که دختر بچه‌ای که دزدیدن یه خوناشام مرگباره. خیلی زود شکارچی‌ها خودشون تبدیل به شکار میشن. فیلم پر از صحنه‌های نفسگیر، خانه‌ای تاریک و ترسناک و کلی پیچش داستانی که هیجان فیلم رو چند برابر میکنه. Daylight is a big one. Ready? نیروهای ماورایی شوم شب جنایتشون رو به مبارزه وحشتناک برای بقا تبدیل میکنن، پر از پیچش‌های غیر منتظره و طنز تاریک. جذابترین نکته فیلم تضاد بین ظاهر معصوم دختر و خشونت بیرحمانه‌ای که ازش سر میزنه. همه چیز از یه بازی ساده شروع میشه، ولی وقتی درهای اون عمارت بسته میشن تازه کابوس واقعی شروع میشه. You're really good at pretending to be a little girl. Thank you. کاراکترها هر کدوم شخصیت و ضعف خودشونو دارن و وقتی توی تله میافتن مجبورن با ترسای خودشون روبرو بشن. فیلم با ترکیب صحنه‌های دلهره‌آور و موسیقی سنگین فضای تاریکی میسازه که لحظه‌ای آرومت نمیذاره. زندگی کوتاهه، اما دنیای سینما بی نهایته. اینجا هر روز با یک فیلم یک تکه از این دنیای بی‌مرز رو با هم تجربه می‌کنیم. روایت هایی که در دل سادگیشون پیچیدگی های زندگی رو به تصویر میکشن و تو رو وادار میکنن دوباره به زندگی نگاه کنی. بعضی فیلم ها فقط سرگرم کنندن و بعضی ها مسیر فکر و احساس آدم رو عوض میکنن. ما سراغ هر دوشون میریم. نظرتون خیلی برامون مهمه، پس حتما بگید که چی دیدید، چی دوست دارید ببینید یا اصلا چی حالتون خوب میکنه. لایک و سابسکرایب هم فراموشتون نشه، چون اینجا فقط برای معرفی فیلم نیست، اینجا دور همی عاشقای سینماست.